با گذشت 5 روز از کشتار وحشیانه یک زن که همسرش او را با 19 ضرب کار در مظهر عام هلاک کرد، اسرار این حادثه به تدریج افشا می شود. دادستانی شهر استرافشان تاجیکستان می گوید که مجید بردیف در پی آوازهای خیانت همسرش نیگار قولeva به او حمله کرده است. منابع دیگر می گویند جنجال بردیف با قولeva ریشه در گذشته دارد. بردیف که 8 سال را با جرم خرید و فروش مواد مخدر در زندان سپری کرد و 9 ماه پیش آزاد شد، مطمئن بود است که او را همسرش با همدست معشوقش به تهمت روانه محبس کرد. اما نزدیکان نیگار قولeva به بیگناهی او باور دارند و میخواهند مقامات به قاتل خواهرشان جزای سزاوار بدهد. در دادستانی شهر استرافشان به رادیو آزادی گفتند که مجید بردیف با نیگار قولeva نکاح رسمی نداشت و بعد از زندان برآمدن اول زندگی مشترک نیز نداشتند. مجید بردیف و نیگار قولeva هر دو ساکنان جماعت چارباغ شهر استرافشان بودند. مسئولین این جماعت میگویند مناسبت پیش از زندانی شدن مجیدوف خوب بود و طبق فرضیه آنها جنجال و همینطور کشته شدن قولeva سری اموال صورت گرفته است. رحیم جان خالمرادوف مشاور رئیس جماعت چارباغ روز 6 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت مجید بردیف پیش از زندان شدن یکی از صاحبکاران موفق این جماعت بود و از ازبکستان تونوکه آورده میفروخت، اما بعد خلاص از زندان به گفته این همصحبت ما مجیدوف با کمبود مبلغ دچار شد و طبق شنیده او برای گرفتن اموال به همسر سابقش وارد مناقشه شد. حادثه کشتار نیگار قولeva از سوی شوهرش مجید بردیف روز 2 اکتبر در نزدیکی بازار مرکزی شهر استرافشان و در نزد 10 نفر صورت گرفت. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که بردیف سابق همسرش را با 19 ضرب کارد کشته است.